خونه برای رهن اجاره می‌خواستم. چقدر بودجه داری؟ 15 تومن پیش، 500 تومنم برای اجاره. خونه میخوای یا داری دنبال انباری واسه وسایلت میگردی؟ خونه. چند نفر هستی؟ ما 3 نفر. ها؟ من و همسرم و با پسرم. تو مثل که قیمت‌ها حالیت نیست. یا باید پیشتو ببری بالا یا اجارتو ببری بالا. من 2 نفر بودین یه چیزی. ببینم میتونین یکیتون رو کم کنین؟ بچه رو یه کاریش بکن. بچه رو یه کاریش میکنم، میبرم به سیسی میذارم یه خونه جور کنید پس برای 2 نفر. با 1500 خونه واسه 2 نفر نداری. بفرمایید نیست. تو مثل که قیمت‌ها حالیت نیست. یا اینو باید ببری بالا یا اونو. گفتم که هیچ کدومشو نمیتونم ببرم بالا. حالا اگر یه نفر بودین میشد یه کاریش کرد. یعنی چی آقا؟ من زنمو دوست دارم، من عاشق زنم هستم، زنم هم طلاق میدم. یه لطف کنید پس یه خونه برای 1 نفر جور کنید. این شد. نوکت چقدره؟ بودجم همونه، بودجمو نمیتونم کاری کنم، همون 515. خب حالا الان چند نفرین؟ عرض کردم حالا شدم 1 نفر دیگه. پس تو دنبال خونه مجردی میگردی کثافت.